یه تیم نظامی اعزام میشه برای بررسی. هلیکوپترها بالای جنگل‌ها در حال پرواز هستن تا محیط رو بررسی کنن و یهو از میون درخت‌ها یه چیز بلند میشه که ارتفاعش حدود 45 متره، با چهره‌ای خاکستری و چشمانی درخشان و بدنی کاملا از سنگ. سربازا شوکه میشن، حتی فرصت نمیکنن که فرار کنن. ترور با یه حرکت دستش یکی از خودروهای نظامی رو مثل یه اسباب بازی پرتاب میکنه. همه چیز واضح میشه. یه موجود باستانی از دل کوه بیدار شده. نورا یاد حرف پدرش میفته. ترورها نور خورشید رو تحمل نمیکنن. پس تصمیم میگیره از نور مصنوعی خورشید استفاده کنه. یه کامیون بزرگ رو پر از نورافکنهای فوق قدرتمند میکنه و میکشش وسط دشت بزرگ، جایی که میدونه ترور از اون مسیر میاد. وقتی ترور نزدیک میشه، نورا نورافکنها رو روشن میکنه. ترور وحشیانه فریاد میزنه، چشماش میسوزه و آروم آروم بدنش ترک میخوره. اما وسط درد و فریاد، ترور یک لحظه نگاه عمیق و غمگینی به نورا میکنه. انگار میگه من هیولا نیستم، من فقط تنها بودم. چند ثانیه بعد بدنش کاملا تبدیل به سنگ میشه و از هم میپاشه. داستان وارد زمان حال